دست به جان آریانا سعید در زیلاند جدید. آریانا سعید اکنون در چه حالت به سر میبرد؟ آریانا سعید به خاطر چی به زیلاند جدید رفته بود؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید با هستید. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب و فشار بدید و از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای افغان، هنرمند مردمی مشهور و محبوب کشور، در پی برگزاری کنسرت‌هایش در سرتاسر جهان 2 روز قبل کنسرت بزرگ را در زیلاند جدید برگزار کرد. این کنسرت آریانا سعید با موفقیت سپری شد. بیشتر از 10,000 افغان در کنسرت آریانا سعید اشتراک کرده بود. حمایت و تشویق گسترده آریانا سعید در این کنسرت شد. لباس‌های جنجالی آریانا سعید در این کنسرت برایش باعث دردسر بزرگ شد و آریانا سعید باری دیگر توسط مردم افغان در کشور زیلان مورد سوء قصد جانی قرار گرفت. موتر آریانا سعید به قصداً در یک حادثه ترافیکی مواجه شد، ولی آریانا سعید اکنون صحت کامل دارد و به کشور استرالیا برگشته است و قرار است شب کنسرت دیگرش را برگزار کند. قرار بر این بود که آریانا سعید در کشور زیلان کنسرت برگزار نکند، ولی با فشارهای عصیب مجبور شد کنسرت را در این کشور برگزار کند. ولی اکنون آریانا سعید دارای صحت کامل می باشد و در جریان برگزاری کنسرت جدیدش برای افغانها در کشور بریسبن می باشد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند موفق کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده خوشحال و موفق و کامگار باشید.